وقتا که من داخل این محفل شدم والله احساس کردم که از این محفل بوی مدینه می آید، از این محفل بوی رسول اکرم علیه السلام می آید، از این محفل بوی اصحاب بزرگوار او می آید. چه محفل زیبایی است که امشب تمام ملائکه های رحمت الهی در این زمین ما، در این ناحیه و در این شهر و در این محله آمد و رفت دارند و این محله را زیر پر و بال ملائکه ها قرار داد. یوسف جان و رستم جان و توجه پروردگار به خاطر این محل، به خاطر این معرکه زیبا به سوی محل خودش کشید و توجه رب العالمین در این محفل امشب چنان زیاد است که دیگر این محله و قشلاق جای سوزن پرتایی نیست از آمدن ملائکه های رحمت الهی. بنابراین لحاظ منم در نوبت خود پیش از آغاز صحبت آمدن این پیغمبری بزرگوار به این عالم هستی خوش آمده میگویم. خوش آمدی یا رسول الله به این عالم هستی. خوش آمده ای پیغمبری بشیر و نذیر که خدا در وصف تو گفت یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. تو چه نوری زیبایی، تو چه شخصیتی هستی که منشأ نور تو والله از نور الهی است. تمام نورهای عالم خاموش می شوند. من نوری که امروز بالای سر ما روشنایی داشتد از گیسی راغون و از گیسی نارک اگر آب نباشه خاموش می شود، اما نور محمد از روزی که ازلا و ابدا خدا خلقش کرد تا روز قیامت انشاءالله این نور خاموش نخواهد شد. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اگرچه در هر عصر و زمانه، اگرچه در هر ملک، در هر شهر مانند سگهای حفاظ کننده که هر عصر و زمان حفاظ میکنند و تحقیر پیغمبری خدا میکنند به خاطر به آبرو کردن رسول اکرم، نه والله خطا میکنند. اونها زیان به جانشان میارند، زیان به نسلشان میارند، زیان به خاندان و حکومتشان میارند. نور محمد صلی الله علیه و برعکس نور میگیرد، برعکس به عالمی بالا کشیده می شود. پروردگار میگه که اگرچه شما نمیخواهید دشمنان اسلام که نور محمد روشن‌تر شود، من که خدای او میخواهم نوری او را به اوج اعلا میبرم. خدایا در هر عصر و زمان عزت پیغمبر تا به فوق آسمان ها بر، تا دستی خونالود و نیت شومی های ابلیس و شیطان صفت و خنزیرهای دنبریده از بالای اسلام، از بالای امت اسلام، از بالای بزرگترین و مقدسترین ناموس اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کشیده شود. و امیدم داریم انشاءالله که دستای اونها الکی شکسته شد، الکی سنگاشان به بالای خودشان گشت و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فوق آسمان ها، عزت رسول الله در آسمان می درخشد. این نشانه محبت پیغمبر خدا است. این نشانه این است که یوسف جان در خانه جشن مولودی با سعادت پیغمبر خدا را کرده. همین خیلی برای یوسف ها در دنیا بسیارند از امت پیغمبر که رسول اکرم دوست می دارند. پیغمبر خدا براشان از مالشان، از جانشان، از زن و فرزنداشان بالاتر و عزیزتر است. چگونه که داملاس حدیث مبارک گفتن. آره برای امت اسلام ما مسلمان ها از محمد بالاتر صلی الله علیه و سلم دیگر چیزی در دنیا نداریم. بنابراین اگر هم تحقیر نسبتی زنامان، فرزندامان، پدر و مادر ما شود ما راضی هستیم، لیکن راضی نیستیم که به پیغمبری خدا دست نزنیم. رسول اکرم علیه السلام ذاتی که دوستداری ایشان برای من و شما فرض و واجب است.
پروردگار از فوق آسمان ها برای پیغمبر خدا سلام میفرستد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. دوستداری رسول اکرم به زیاد صلوات فرستادن است. عزیزان من، صلوات و پیغمبر خدا زیاد فرستاده. صلوات جای می شود که بعض حالتها انسان از عذاب قبر نجات می دهند. صلوات مایه برکت و افتخار در دنیا و در قیامت است. او پیغمبر است که تمام موجودات عالم برای او سلام و صلوات می فرستاند. حتی در روایت ها می خوانیم حسن بصری رضی الله تعالی عنه، یکی از اولیاء کلام، دوست خدا، در تاریخ نامه حسن نگاه کرد و وقتی حضرت حسن از مادر به دنیا آمدن او را بردن در بغل رسول اکرم علیه السلام گذاشتن. پیغمبر خدا سرش سیله کرد و در حقش دعا کرد. حتی که در طفلیش از سینه ام سلمه مادر ما شیر نوشیده بودن. حضرت ام سلمه مادر ما شیر نداشتیم. حسن بصری وقتی که سینه ام سلمه را در دهان گرفته بودن حرکتی کشیدن کردن، میگد به طفیل حضرت حسن بصری ام سلمه مادر ما شیر پیدا، 2 قرص از سینه ام سلمه شیر نوشیده بودن است. و دیگر اینکه بچه ها که کلام بود، 7-8 ساله بچه ها در طاق رسول اکرم کوزه گذاشته شده بود است پر از آب. پیغمبر خدا از اون کوزه آب می نوشیدند. روزه از روزها برآمدن که حسن بصری همون کوزه آب نوش کردند. پیغمبر خدا دیدن که کوزه آبشان نوش نیست. از خاندان پرسان کردند که این کوزه آب کی نوشید؟ حضرت مادرمان ام سلمه گفتند که حسن نوشید، همین حسن بصری. پیغمبر خدا تبسم کردن، گفتن از همین کوزه چقدر آبی که نوشیده باشه علم محمد همون قدر گرفت حسن. همین حسن بصری روز نشسته بود در محضر شاگردان و خلیفه ها، یک زن پیر آمد. مادر گفت پیری بزرگوار، استاد عزیز، من یک دختر داشتم چند روز از دنیا گذشت. میخوام که دخترم بینم که پروردگار او را در قبر با او چی معامله کرده است، جنت بردش یا دوزخ بردش. حضرت حسن بصری رضی الله عنه گفتن که مادر جان، شما بعد نماز خفتن روی وضوی نو گیره و 2 رکعت نماز نافله خوانه و بالای جای نماز تا نشینه و مراقبه کنه. صلوات فرستاده غناتان برد. انشاءالله پروردگار با القای الهیش نشان میده دختری شما در کجا است. این مادر آمد با نصیحت حضرت حسن بصری این کار انجام داد. وضوی نو گرفت و نماز خواند و صلوات به پیغمبر فرستاد و بالای جاگه خوابش بود. هیچ اثر از دخترش ندید. صبح آمد نزد حسن بصری گفت استاد عزیز، من هیچی از دخترم اثر ندیدم. گفتن حضرت بار دیگر کنی کاره. بار دیگر کرد که دید که دویم شب دخترش در قعر جهنم و از زیر و بالاش سوزنده ایستاده است. از ته علا میزد و از دهانش میبرامد، از دهانش میدرامد، از ته میبرامد، پهلوها همه آتش. گریان نزد حسن بصری آمد. گفت حضرت من دخترم در حالت وزبین دیدم، چیکار کنم که این دختری من نجات یابد؟ حضرت حسن گفتن که من این شب همین عمل کنم برای دختری تو که من بینم در کجا است. حضرت هم همین عمل انجام دادن دستور خودشان. دیدن که دختر این مادر در جنت در بالای تختهای جنت نشسته است، زیر زر و زیور با لباسهای خوب خوشحال. با این دختر گفت که حضرت شما منو نشناخته؟ گفت که نه، من دختری همون مادر دیروزا آمدگی هستم، این 2 روز نزد شما آمد. آگو عزیزی من، دیدم مادر رو که در جهنمی زیر آتش دوزخی. گفت بله مادری من دروغ نگفت است حضرت، من تا دین بیگاه در جهنم بودم و در اون قبرستانی که ما خوابیدیم من تنها نبودم، 70,000 آدم خواب بود. همون 70,000 آدم همگی دوزخی بودیم، یا من تنها نبودم. پس گفت چی علت شد؟ چی به کدام دلیل شما جنت رفته؟ گفتن حضرت دین بیگاه یک مرد مسلمان به پیش قبرستان گذشت.
استاد 100 بار صلوات فرستانید و روش طرف قبرها کرد و گفت الهی من هیچ هدیه ندارم که به مردم قبرستان بدم غیر همین 100 بار صلوات. همین 100 بار صلوات که من به پیغمبر فرستادم از جانب من قبول که ثواب شده همین قبرستان دیگه عطا کنم. با مجرد بخشیدن ثواب 100 بار صلوات والله استاد بزرگوار یا من تنبال 70,000 آدم خدا دریای رحمت و جوش کرد از درون دوزخ آزاد شد کرد. 70,000 آدم برای 100 بار صلواتی که بر رسول اکرم علیه السلام میفرستند چیکار کردن؟ آزاد شدن. در این شک و شبهه نیست. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه الصلاة والسلام يوما. رسول اکرم میگه روز جبرائیل برادر عزیز من نزد ما آمد فقال لي يا محمد قد جئتك ببشارة لم آتي بها احدا قبلك ولا بعدك. حبیب خدا برای تو خوشخبری آوردم، برای تو مژدگانی آوردم که چنین خوشخبر هرگز به یگان پیغمبری که پیش از تو گذشته بود نآورده بودم و این چنین بعدی گذشتن تو هم من این تو خوشخبر به هیچ کس نمیبیارم. پیغمبر خدا از شوق خستن سر در سجده شکرانه ماندن گفتن جبرئیل عزیز من برادر عزیز من گفت چی خوشخبر است که برای تو یگان سیوانچیت من؟ جبرائیل گفت خدا به تو سلام گفت بعد از سلام ای محمد حبیب من جان من اگر در کدام محفل و مجالسه در کدام مکان نشست مسلمانان نشسته باشند در اونجا نام مبارک شما ذکر شود، اگر امتی که در اونجا هستند به شما صلوات فرستند، بر روح مبارک شما صلوات فرستند، والله اگر ششتگی باشند ناخسته خدا گناهشان نمیگذرد و اگر راستا باشند ناششته خدا گناهشان میگذرد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. در بخشش الهی هیچ شک و شبهه وجود ندارد. عبدالله انصاری یکی از اولیاءهای بسیار بزرگ عصر است. یک چند مصره بعد گذشتن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در بار و سودی درون خودش به خواندن همین نشید آرام میکرد. رسول اکرم ای دنیا گذشته و اراده کرد که همین نظمی نویسته من میرم در بالای قبر رسول اکرم میخوانم و گریه و ناله میکنم و بارش های مبارکم پایگه در رسول اکرم میمالم و میروم و سکینه و آرامش برای خودم پایم. اگر من این کار نکنم درون من میسوزد و بریان میشود. وقت اراده عزم مدینه کرد رسول اکرم علیه السلام در خواب امیر مدینه در آمد. امیر مدینه را دستور داد رسول الله صلی الله علیه وسلم که وزیرات فرمان کن در مرز مدینه آمده ایستند، فلان شیخ با مریداش آمده است نگذارش که از مرز مدینه داخل شود. با او برای زیارت من آمده است نمانش که بدرد. علتش نمیدونم میگه امیر مدینه خستم که خواب بود است. علتش این بود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن که او یک چند مصرعه که شعر به آب دیده و به خون جگر نوشتگی است، اگر هر آینه بیای مدینه بالای قبر من در او خواند من مجبور هستم که خدا را گون قبر تو شاید من برم عبدالله انصاری من زیارت کند. اگر این واقعه رخ بیاد فتنه در مدینه اوج بگیرد روی گردانشم نمانشم مثال بیاید. ثانی امیر مدینه وزیراش روان کرد در مرز ایستادن که شیخ آمد با بزرگاش با تمام شاگردا از پا اراوکتی گفتن شما عزمی کجا داره؟ کیه شما؟ گفتن ما فلانی ها. عزمی سفرتان کجا است؟ گفتن ما زیارت مدینه رفتادیم رسول خدا را زیارت میریم. گفتن پیغمبر خدا امیر مدینه را دستور قطعی دادگی است که شما باید از مرز داخل نشوید. یک آه کشید عبدالله انصاری، یک آه کشید. در اطرافیان معلوم شد که بوی جگر بریان در همینجا است. کدام جگر بریان کردن؟ گفتن نه جگر عبدالله در درونش بریان شد از زیاد عشقی به رسول اکرم. و گفت که اقلا از همون واقعا میگه شما که امیر مدینه را رسول الله امر کردن ولی واقعیت از حضرت بیا کن.
غش نکن، بیا گرد برای دستور رسول اکرم. گفت که اگر دستور رسول اکرم باشه میلش من میگردم جانم فدای رسول الله که احموتای پاتم از زمین مدینه یک پنجه خاکم بتیه. و یک دسته پنجه خاک دادن در بالای عراواش ریخت و اسب و عراوه گرداندن. حضرت بعد همون پنجه خاک مدینه را نگاه کردن و همون نظم شخان که یا رسول الله به حاجت آمده نزد شما، آرزو دارم که بینم یک نظر روی شما. یا رسول الله توی قاضی حاجاتی همه، ناامید برگیر نشد کس از سر کوی شما. یا رسول الله به وقت هر نماز و هر دعا قبله میخواهم که باشد طاق ابروی شما. یا رسول الله به عبدالله انصاری نگر، یا رسول الله به عبدالله انصاری نگر، در گلستان حقیقت گشت مجنون شما. در گلستان حقیقت گشت مجنون شما. حضرت به همین از سفر گشتن امسال زیارتی بانم نرفتن. این عشق است، این زوری عشق است، این محبتی که با رسول اکرم است. از صحابه گفت زدن علما، تاریخ صحابه، این قدر صحابه که در اطراف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، همه اونا را مدینه و مکه صحابه نکرد، خاک مدینه اونا را صحابه نکرد. اونا را یگانه چیزی که صحابه کرد خدمت با رسول الله، عشق و محبت با پیغمبر خدا و عشق و محبت به خدا و رسول اونها را صحابه کرد. بنابراین خداوند در قرآن عظیم الشان معرفی پیغمبرش میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. مشرکا یا یهودیا می آمدن محمد میگفتنش، استهزا میکردن، تحقیر میکردن، به صاحبش میگفتن، یتیمش میگفتن، به کس میگفتن، شاعرش میگفتن، جادوگر میگفتن. چه تحقیرهای نامناسبه برای رسول اکرم میکردن. اما پروردگار از فوق آسمان ها هیچ بار محمد نگفت، نامش نگرفت، یا ایها النبی یا ایها الرسول گفته خطابش کرد. محمد ذات است که در پیشگاه خدا ارکترین انسان است، با قدرترین انسان است، محبترین انسان است که حتی خدا برای نامش گرفتن ادب میکند، یا ایها النبی یا ایها الرسول. اما برای معرفی کردن مشرکای مکه یا یهودی های مدینه این آیت را میفرماید محمد رسول الله. محمد آدم زمینی نیست، محمد بازیچه دست شما نیست، محمد یعنی کرکاتور شما نیست، محمد جان است، محمد نور زمین و آسمان است. محمد بازیچه شما نیست، محمد رسول الله. محمد سفیر خدا های، محمد وزیر خدا های، محمد نماینده خدا های، محمد فرستاده خدا های. والذین معه، آنهایی که در عصر محمد در اطراف محمد بودن، میدانید کی هستند؟ اینا هم بازیچه نیستند. اشداء علی الکفار، بر کافرها بسیار اشدند، بسیار تندروکنی. در محضر حضرت عمر کسی گرده میکرد و میگفت لوی جامعه محمد کجلای، الکش سرش از گردنش پریده میشد. کنی در محضر حضرت عثمان کسی میگفت، در محضر حضرت علی کسی میگفت امروز محمد در اختیار من بهترین امانت خدا را خیانت کردیم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا منت میکنم من برای شما پیغمبر فرستادم. ای مؤمن ها، از جنس شما محمد خیلی گفتن از سن نیست، جنس ملائکه نیست.
از پریزاد نیست، از کلوخ و آهن نیست، بلکه محمد انسان است. نه گفتم پدرش عبدالله، مادرش آمینه، باباش عبدالمطلب، از انسان به دنیا آمده است. لیکن پشتی محمد گیره. ای امت خندیده. من نمیدونم به کدام دیده رو فردای قیامت اصحاب بلند کنی، دست طرف پیغمبر دراز کنی، یا رسول الله ما امت تیم مرا شفاعت کن. والله پیغمبر بیزار است از امتی نامرد، والله پیغمبر بیزار است از امتی بی غیرت، از امتی بی ناموس. او قدر به شکر نعمت سلطان دین کوش. حضرت مولای پیرمان میگه رهی بتخانه را کردی فراموش، چو جانها کند تا تو یافتی را، صنم بگذاشتی بگزیر الله. و چه جانهای کندی صنم گذاشتی و سو طرف الله. اگر جانکنی های رسول اکرم ما مهنت و عذاب و مشقت ایشان نمیشد، رنگ انو بت پرستو نمیدونم که گبر بودی، ترسا بودی، یهود بودی، مسیحی بودی، کلیسایی بودی، چی بودی؟ این مهنت او بزرگوار است. هزار سلام و سلامتی، دعا و درود بر محمد و آل محمد و اصحاب محمد. پروردگار ما را در دنیا با محبت خودت و پیغمبرت و اصحاب پیغمبر زندگی و مرگ نصیب بگردان. اون حالتی که جان عزیز را از بدن ما می‌سوزانی، خداوند با دست شیرین و لذیذی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از حوض کوثر لبامون سیراب کن تا در آمدن جنت تشرگی را حسن نماییم. قبلگاه مرحوم شما محمد یوسف خدا رحمت کند و یار و برادراش، خود زن و فرزنداش، اهل بیتش که همه اهل خانواده محب و مخلوصی پیغمبری بزرگوارم فردای قیامت از شفاعت پیغمبر با نصیب شو بگرداند. اهل نشست خدا محب و مخلص بگرداند به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. وجدان و عقیده و اخلاق حمیده انسانی را خدا برای این امت خدا میسر و نصیب بگردان. و پروردگار این برادرایی که دست عاجز خود را به سوی تو برداشتن، من نمیدونم در قلب اینا چه چیز پنهان است، لیکن امین هستم که همگی ما اصل ایمان طلب داریم. الهی برای ما ایمان نصیب بگردان، ایمان با غیرت، ایمان با ناموس نصیب بگردان. و فردای قیامت در برابر صحابگان و پسترین صحابگان رسول الله ما را جای نصیب بگردان. برابر اصحاب پیغمبر وارد جنت شدن ما خدا نصیب و روزی بگردان. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.